آقای بودن آخر شینه بچه ها شینه نکه آمده تورا کورو رو درست کرده یک آزمایی دیگر از خواهش میکنم دیگه به خورده هم چیزی همین اوز بزنم کلمی سورا به اون دوان زوش کلمه به اون شنه به هر دو پهلوانه که خیلی هنرنمایی جالب دارم عرض سپاس رجوع جوانمردی و احترام خاصه هر یک فرد در میدان باید بهتر باشد و نسبت به رقیب علی همین خیل قدرشناسی و احترام را هرگز فراموش نکنید دست شما درد را نبیند فردوس گیرمی اول گذاره محترم رئیس آزمایی همین جفت و تنتنه سبقت‌های پهلوانان در نوروز بشتان زمین خاتمه می‌یابد. ما باری دیگر به شما و صاحبکاران انفرادی که امروز این شهامت بزرگ را در میدان تشکیل کرده سپاس میگوییم و امروز هم بهترین رقابت‌های پهلوانان و جالبترین سبقت‌ها را ما شاهد شدیم. نوروز همه شما را دوستان عزیز از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت مبارک میگوییم. قدمتان را به سرزمین مهمان نواز رشتان زمین باری دیگر خیر مقدم میگوییم. پیروز همون گیلمی حق نظر و ابوبکر تشکر به هر دو. دفتر جان سخن خاتمه و تبریکاتی نوبتی را به محترم رئیس میدهیم. حاضرین گرامی اولا اکای علی شریف برای در ابوبکر اکابر پهلوان معروف شهر ایسار حق نظر در گیرم دویمان فردوس نسیموف غزلشوی دولتشاه در گیرم دیگر و همه شما برای کار آزمایی را اندک تیزانید. اگر شریف دو دستی دیگر بگیرم برایم راه خیلی دور از مردم با مکانه خودشان برسن. بعدی انمی حالا دو دستی دیگر بگیرن هر دو فرصتی اکنون اشتر و دو از دست ندید برادر عزیز. این دیگر صلاحیت کار شما و همان معرفت شایستتان و استعدادهای تکمیل دادتان در میدان و همه شما برای کار تمنا دارید. دستی اول رفت وقت هم خیلی محدود است. خواهشمندم که هرچی از این فرصت ها از این حالت های مساعد خوب استفاده کنید. پهلوانان نامی کشور کدومتان باری دیگر خیر مقدم هم ابوبکر و حق نظر و هم فردوس و غزل شاهی دولتشاه.
Sen çanta da gidecek. دستی آخرین Акали, لبرش برای همین پالونایی که بسیار هم مهارت خوبی کسبی نشان دادن هر کدامش 1000 سومونی مکافات داده میشه. تشکر زیاد هر چهار تا نگهدیم سلامت و سرفرازی رو برای شما همیشه تمنا دادیم نوروزی بین المللی در منطقه